امروز 28 فوریه 2012 است که قرار بود دیشب ما پرواز کنیم طرف مالزی بریم. متاسفانه نشد، یا متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم ما رو این مسجد فیصل ندیده بودیم. مسجد فیصل فکر کنم در شمال شهر اسلام آباد قرار داره، یک سرطب کوههای اطراف هم که می‌بینید و در جایی که من اطلاع دارم که دولت سوریه محل اقامت خود 4-5 روزی که ما بودیم تازه موفق شدیم که ببینیم مسجد و یک تصویر بگیرید. انشالله بریم از نزدیک ببینیم مسجد. خیلی تعریفش زیاد شنیدیم، عظمتش بزرگیش، گنجایش و تأسیسات متعلقاتی که همراه از این مسجد بود. یک مسجد معروفی است در منطقه تقریبا. و امروز فکر کنم شدن پلان رفتن دیروز ما شاید به خاطر همین بوده که ما مسجد فیصل زیارت نکرده بودیم. انشالله اینا کنیم زیارت دعا میگیریم که انشالله بخیر فردا قرار است که حرکت کنیم.